چوپان جوان کتاب نیمخوانده‌اش را به جای بالش زیر سر گذاشت و زود خوابش برد. باز همان خواب را دید. گنج بزرگ در اهرام‌های مصر او را انتظار است. این بار تصمیمش قطعی است. رخت سفر می‌بندد. امکانیت عملی شدن آرزو زندگی را جالب می‌سازد. سلام، من عبدالعزیز واسع هستم و امروز خط داستان باز یک کتاب پرفروش دنیا را برایتان قصه میکنیم. این که چگونه داستان سفر به رمز زندگی تبدیل می شود، چگونه یک جوان باهوش برای عملی شدن آرزوها چوپانی میکند و ما چه پیام‌های از آن میتوانیم بگیریم. رمان کیمیاگر از پائولو کوئلو، نویسنده خوشنام از برزیلیا. در میان اثرهای پرخواننده این کتاب موقعی خاص دارد. کتابی که با 80 زبان دنیا از جمله تاجیکی هم ترجمه شده است. چوپان جوان سانتیاگو نام دارد. در اندلس اسپانیا زندگی می کند. تا 16 سالگی در مکتب دینی تحصیل کرد. والدانش که کشاورزان عادی بودند می‌خواستند روحانی شود و بدین وسیله آبروی آنها میان جمعیت بالا رود. اما جوان در فکر جهانگردی بود. روستایی که آنها زندگی می‌کنند قدم جای سیاحان است. سانتیاگو هم همیشه در فکر سیاحت بود. آدمانی که به اینجا میآیند پول زیاد دارند. از این رو آنها قدرت سفر کردن را دارند. از بین ما باشد تنها چوپان‌ها سیاح شده می‌توانند، گفت پدرش. خب پس من چوپان می‌شوم، اظهار داشت سانتیاگو. پدرش روزی دیگر 3 تنگه طلای اسپانی داد و سانتیاگو رمه گوسفند خرید. 2 سال با همراه رمه تمام شهر و دهات اندلس را گشت. قلعه‌ها و کلیساها را تماشا کرد. زندگیش زمان تغییر کرد که چند بار یک خواب را به تکرار دید. خواب دید که روز کودک در صحرا پیدا شد و با گوسفندان بازی کرد. کمی بعدتر از دستان او گرفت و اهرام‌های مصر برد و گفت اگر به اینجا بیاید گنج پنهان را می‌یابید. اما قبل از آن که کودک جای دقیق گنج را نشان بدهد از خواب بیدار شد. مثل همه خواب‌های جالب که در جای درکاری آدم از خواب بیدار می‌شود. روز پیرمردی را واخورد. او خود را ملچیزادک و پادشاه ملک سلیم معرفی کرد، کشوری که چوپان هیچگاه نامش را نشنیده بود. آدمان چیزهای عجیب میگویند. بعضن بهتر است که با گوسفندان باشم، زیرا آنها چیزی نمیگویند. و از این بهتر که با کتابهایم تنها باشم. کتابها حکایه‌های عجیب نقل میکنند که آدم آنها را شنیدن میخواهد. اما وقتی که با آدمان صحبت میکنید نمیدونید چطور این صحبت را زودتر قطع کنید. اما وقتی بیشتر در صحبت پیرمرد نشست دانست که این یک انسان عادی نیست و سرنوشت او را به خوبی میداند. پیرمرد پیشنهاد کرد که اگر از 10 یک حصه گوسفندانش را بدهد راه پیدا کردن گنج نهان را برایش افشا میکند. اگر 10 یک گنج را بدهم چی؟ پیشنهاد کرد سانتیاگو. اگر با وعده آن چیزی که هنوز نداری آغاز کنی خواهشی به دست آوردنش کم می شود، تاکید نمود پیرمرد. وقتی از صدق دل چیزی را میخواهی تمام دنیا برای عملی شدن آن به شما یاری میکند. این جمله رمز تمام کتاب است. هر کس آرزوی کودکی و خاص خود را دارد، چیزی که داستان شخصی نامیده می شود. تمام داستان گرد همین داستان شخصی می چرخد. سانتیاگو در دو راه انتخاب قرار گرفت. میان گوسفندان و چوپانی و گنج نهان باید یکی را انتخاب کند. میان زندگی عادت کرده و آرزوها. من پدر و مادر و قلعه شهرم را ترک کردم. والدانم به دوری من کیها عادت کردند. من هم همچنین. گوسفندان نیز به نبودن من عادت خواهند کرد. روز دیگر پسر 6 گوسفند را با خود آورد تا به پادشاه ملک سلیم بدهد. پیرمرد گفت که برای یافتن گنج باید به نشانه ها و علامت ها دقت کند. پادشاه به سانتیاگو 2 سنگ تحفه کرد که یکی اوریم و دومی تومیم نام داشت، یکی سیاه و دیگری سفید.
سیاه ه و سفید معنای نه را افاده می کند. این سنگ ها رمز انتخاب درست و تکیه به اشاره های تقدیر می باشند. سانتیاگو گوسفندانش را می فروشد و به سفر می براید. در شهر بندری تنجیر اولین بار از خیانت و تلفات درس می گیرد. پولهایش را می دزدند. اما محض همینجا می فهمد که وقتی همه چی را از دست می دهی باز هم با دستی خالی می توانی از نو آغاز کنی. اینجا با یک تاجر ظرفهای بلوری شناس می شود که برایش پیشنهاد کار می دهد. تاجر مسلمان همیشه آرزوی زیارت خانه خدا را در سر دارد و سانتیاگو در فکر رفتن به مصر شب را روز می کند. از میان 11 ماه و 9 روز سپری شد. سانتیاگو در این مدت الکی زبان عربی را از خود کرده بود و هم پول کافی در اختیار داشت. سانتیاگو تصمیم میگیرد راه را با کاروان ادامه بدهد. در کاروانسرای با مردی انگلیس شناس می شود که در فکر کشف اسرار کیمیاگری است. عمرش را صرف دانش آموزی کرده است و اینجا آمده است تا کیمیاگر را بجوید، کسی را که اسرار سنگ فلسفه و آب حیات را می داند. اینجا پیامی مهم است. هر کس راه خود را دارد ولی تنها کسی به مقصد می رسد که به قلبش گوش می دهد. من کاروانسالار هستم. بنده حیات و ممات شخصانی را که به خود میبرم با عهده میگیرم. بیابان به مثل یک بانوی انجیق است. بعضن وی مردان را دیوانه میکند. صدای طبل بلند شد و همه از جای برخاستند. کاروان به راه برآمد. سانتیاگو با اشتر خریده‌اش سوار شد. آنها را راه دور و دراز و پرماجرای در پیش است. سانتیاگو در بیابان با کیمیاگر شناس می شود. شخصی اسرارانگیز که سری تبدیل دادن فلز به طلا و پیوستن با روح عالم را می داند. پندی مهم که کیمیاگر به او می دهد این است: همیشه به دلت گوش کن، آن همه چی را می داند. پس از دشواری های زیاد بالاخره به مصر می رسد. دلش گواهی می دهد که گنج در جای نهان است که اشک چشمش می ریزد و این نشانه را روی ریگ های اطراف اهرام ها می بیند. به کندن تپه آغاز می کند. تمام شب آنجا را کافت اما هیچ نشانه از گنج پیدا نکرد. قسمت روز یک گروه جوانان پیدا شدند و بارخلطه او را کافتند. نیم پاره طلایی را که کیمیاگر داده بود یافتند و فکر کردند که پسر طلای زیاد دارد و در این چقوری پنهان کرده است. زیر ضرب و لط گرفتند. سانتیاگو مجبور شد راستش را بگوید که اینجا را برای آن میکابد که در خوابش دیده بود. رهبر گروه امر داد که او را به حال خود گذارند. وقتی جوانان پس گشتند رهبر گروه نزد او آمد و گفت: تو نمیمیری، تو زنده خواهی ماند و بعد میفهمی که مرد نباید اینقدر ابله باشد. 2 سال پیش محض در همین جا من هم عیناً مثل تو آرزو داشتم. من آرزو داشتم که به صحراهای اسپانیا سفر کنم، کلیسای خراب شده را جستجو کنم. در خوابم دیدم که در خرابه های کلیسا چینار موجود است و به من گفتند که اگر ریشه آن را کابم گنج نهان میابم. اما من آنقدر احمق نیستم که برای چنین آرزو تمام بیابان را عبور کنم. سانتیاگو لرزیده از جایش بلند شد و سوی اهرام ها نگاه کرد. گویا اهرام ها به او تبسم میکردند و او هم جانب آنها لبخند زد. اکنون او میدانست که گنج کجا است. وارد کلیسای کهنه شد. این بار همراهش نه گوسفندان بلکه تنها یک بیل داشت و با کافتن ریشه چینار آغاز کرد. حیات در حقیقت برای آنهایی که داستان شخصی خود را پیروی می کنند سخاوتمند است. این اثر چند پیام مهم دارد. کیمیاگر شخصیت اساسی نیست بلکه رمز است. او قدرت تبدیل دادن فلز به طلا را دارد اما معنای اصلیش این نیست که طلا می سازد بلکه هر انسان می تواند خود را دیگر کند، پاک کند و بهترین نسخه خود را بسازد. چنان که آهنگ از آهن خارج می شود انسان نیز می تواند از نفس و ترسهایش رها شود. سفر سانتیاگو تنها راهروی نیست، این یک تجربه باطنی است. او دوست می دارد، دوستش را از دست می دهد، اذیت می کشد، باز بر می گردد و در آخر
میفهمد که گنج در همان جای بوده است که او از اول خواب دیده بود، زیر درختی که نزد آن گوسفندانش را خواب میکرد. پس گنج همیشه در داخل ماست. سفر دراز تنها برای آن است که ما به خود باور کنیم. اگر کوتاه و مختصر بگوییم، پس پیام رمان خیلی ساده است. هر کس باید آرزوی شخصی خود را بجوید. به جسارت و به سفر آرزو تنها خواب میماند و گنج واقعی در نهاد خود ما نهفته است. کیمیاگر کتاب رمزها و اشاره هاست. آن نه تنها داستان یک چوپان است، بلکه راهنمایی است برای هر کسی که در پی آرزوی و معنای زندگی است. و حالا سوال به خواننده گرامی: در کودکی چه آرزو داشتید که تا امروز شما را همراهی میکند و آیا جسارت پیگیری آن را دارید؟ سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. تا دیدارهای دیگر، خداوند نگهبانتان. خیر.